بینندگان عزیز شبکه سیاسی فرهنگی دیپلماسی روز، سلام بر شما. خوشحالیم که باز هم فرصت پخش برنامه دیگه فرا رسید. این برنامه ما اختصاص داره به تظاهرات گسترده ایالات متحده آمریکا که البته یک موضوع کاملا تحلیلی و جدی و مهم است. امیدوار هستم که این برنامه را از آغاز تا انجام تعقیب بکنین تا با سیاست‌های جاری در ایالات متحده آمریکا و اینکه چی میگذره پشت حقایق چی نفته است اطلاعات کافی داشته باشه. تظاهرات گسترده 20 اکتبر علیه ترامپ. در این خصوص دو احتمال و انگیزه آن. میگن پشت هر رویداد دلیل نفته است. دلیل یا هم دلایل این تظاهرات بزرگ دوستا چی میتونه باشه؟ یک دلیل مستند بر محتویات بازتاب یافته در نشریه‌های امریکایی وال استریت جورنال، پایگاه خبری ایندیپندنت، پایگاه خبری شبکه CNN، پایگاه خبری نشریه گاردین و وبگاه USA Today. بله، در این سایت ها آنچه انعکاس یافته و کلش ارتباط میگیره به منابع امریکایی، شما توجه شما را معطوف می‌داریم به این دلیل. شهرهای مختلف امریکا تظاهرات با شعار بدون شاه علیه ترامپ سازماندهی شده است که بسیار یکی از تظاهرات بزرگ در تاریخ امریکا محسوب میشه. این تظاهرات به ویژه در شیکاگو که یکی از مراکز صنعتی و کارگری امریکاست و همچنین در شهر نیویورک و واشنگتن وسعت بیشتر داشت. نباید تظاهرات مقدمه پایان امپراتوری امریکا تصور کنیم، اما می توان دو عطف و گمان را در خصوص مطرح کرد دوستان. یک، دموکرات های امریکا و عقبه بانکی و صنایع تسلیحاتی آنها علیه ترامپ بسیج شدند. دو، جمهوری خواهان و عقبه پرقدرت ملی و دیجیتالی آنها پشت این تظاهرات قرار دارند. یعنی جمهوری خواهان به دفاع از آقای ترامپ پشت سرش ایستاده هستند و برخلاف دموکرات ها و عقبه بانکی و صنایع تسلیحاتیش علیه ترامپ بسیج شدند. اما طور گفتیم جمهوری خواهان و عقبه پرقدرت مالی و دیجیتالی آنها پشت این تظاهرات قرار دارند با هدف تقویت ترامپ بر اتکای بیشتر بر نظامیان و نظامی کردن امریکا و کنترل رسانه‌های این کشور. اصل لب و لوا و مقصد از این تظاهرات بیشترین همین مسئله است. این که نهادهای مالی پرقدرت یهودی امریکا و به ویژه نیویورک پشت کدام یک از دو احتمال قرار داره هنوز معلوم نیست و نتیجه کاری مسئله را روشن خواهد کرد. به ویژه با معلوم شدن نتیجه قطعی سرنوشت غزه و آینده‌ای که تاکنون چند بار ترامپ درباره آن با عنوان کردن انتقال مردم آن به کشورهای دیگر و تبدیل غزه به یک پایگاه نوین صحبت کرده. در که با نتانیاهو و بدون نتانیاهو دنبال خواهد شد. طبیعی است که اگر نارضایی اقتصادی در امریکا وسعت نگرفته بود نیز نمیتوانست زیربنای این تظاهرات را ممکن سازد. منظوری است که نارضایتی مردم از اقتصاد امریکا سبب شده که تظاهرات جان بگیره و راه بیفته. بر پلاکات چنین نوشته شده بود وقتی که ترامپ شهر را به هم می‌ریزد. به تازگی بررسی عملکرد ترامپ نشان از وقوع موارد عجیب و نادر در سطح دولت امریکا حکایت دارد. مواردی که از انتصاب‌های عجیب و غریب گرفته تا سرکوب مخالفت‌ها عملا شامل میشه. به تازگی و پس از روی کار آمدن دولت جدید ترامپ خبرهای مختلفی که از امریکا منتشر میشه به نوع به هم ریختگی و آشفتگی را در سطح دولتی کشور نشان میده، تا جایی که همین موارد اعتراضات گسترده را در امریکا در پی داشته و حتی سبب تعطیلی طولانی مدت دولت در این کشور شده. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ و پیروزیش در انتخابات سال 2024 دولت امریکا با نوع ارج و مرج در سطوح تصمیم گیری های کلان روبروست، تا جایی که
همین موارد در روزهای اخیر اعتراضات فراوان را در 50 ایالت امریکا برآورده انداخته است. اما این موارد چی هستند؟ میپردازیم دوستا که این موارد چی هستند. آیا مافیای مواد مخدر بر دولت امریکا سایه افکنده؟ بله. یکی از مواردی که بعد از روی کار آمدن ترامپ در رسانه ها بازتاب یافت نوع رفتار و سیاست هایی است که وی در خصوص تولید کنندگان ماریجوانا در پیش گرفت. 8 ماه اگست بود که نشریه امریکایی وال استریت جورنال در خبر از تلاش ترامپ برای طبقه بندی مجدد ماریجوانا به عنوان یک ماده مخدر کم خطرتر پرده برداشت. وال استریت جورنال همان زمان گزارش داده بود پس از آن که شرکت‌های تولید کننده ماریجوانا و گروه‌های سیاسی ترامپ میلیون‌ها دلار پول دادند، حال منابع آگاه می‌گویند که دونالد ترامپ در حال بررسی طبقه بندی مجدد ماریجوانا به عنوان ماده کم خطرتر است. طبق اعلام این نشریه امریکایی، در یک مراسم جمع‌آوری کمک مالی در باشگاه گلف نیوجرسی که هزینه شرکت در این مراسم برای هر کدام از شرکت کنندگان هزینه $1,000,000 داشت، ترامپ خطاب به حضار از تصمیمش برای تغییر قانون گفت. تغییری که طبق آن گزارش دولت بایدن به دنبال آن رفت، اما نتوانست آن را قانونی بسازند. همان قانونی که خرید و فروش ماریجوانا را آسان‌تر ساخته و این صنعت چند میلیون دلاری را در امریکا سود آورتر می سازد. اما این خبر تمام ماجرا نبود دوستا. به تازگی انتصاب یک دلال ماریجوانا از سوی ترامپ به عنوان نماینده ویژه وی در عراق بار دیگر تعجب رسانه‌های خبری جهان برانگیخت. پایگاه خبری ایندیپندنت روز یکشنبه در خبر اعلام کرد که دونالد ترامپ یکی از فعالان جنبش ماگا که عظمت را به امریکا باز میگردانیم را که زنجیره از فروشگاه‌های فروش ماریجوانا را اداره میکرد به عنوان نماینده ویژه خود در عراق مقرر کرد یا معرفی کرد. بله دوستا، به نوشته ایندیپندنت، مارک ساوایا که از سوی ترامپ به عنوان نماینده وی در عراق انتخاب شده، طبق آنچه که در صفحه لینکدین او آمده، هیچ تجربه کار دولتی چی در سطح ملی، چی در سطح ایالتی و چی در سطح فدرال ندارد، بلکه وی تنها مالک یک بزنس در سطح دیترویت است، جایی که وی زنجیره از فروشگاه‌های توزیع ماریجوانا به نام لف اند بوت که برگ و جوانه را راه اندازی کرده است می باشد. اعزام گارد ملی به شهرهای مختلف امریکا به بهانه جرم و جنایت یکی دیگر از موارد که سبب اعتراضات در امریکا شده. اعزام‌های مکرر گارد ملی به شهرها و ایالات مختلف امریکا است، تا جایی که این موارد سبب خشم و ناراحتی فرماندهان این ایالت‌ها نیست. در تازه‌ترین موارد، پایگاه خبری شبکه CNN گزارش داد در حالی که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تلاش‌های خود برای سرکوب شهرهایی که او مدعی است پر از جرم و جنایت شده ادامه می‌دهد، ترامپ روز یکشنبه تهدید کرد که گارد ملی را به سان فرانسیسکو اعزام خواهد کرد. ترامپ در یک مصاحبهش با فاکس نیوز گفت که سان فرانسیسکو یکی از شهرهای بزرگ جهان بود و 15 سال پیش اشتباه کرد. ما می‌خواهیم به سان فرانسیسکو برویم و به آنجا عظمت دهیم. اما فقط سان فرانسیسکو نبود که تومه اخیر دونالد ترامپ شده. روز شنبه شبکه خبری CNN گزارش داد ترامپ از دادگاه عالی آمریکا تقاضا کرده تا موافقت خود را با استقرار نیروهای گارد ملی در شیکاگو اعلام کند. دولت آمریکا و تلاش ترامپ برای اخراج جمعی کارمندان، کاری که انجام پذیرفته. اما یکی دیگر از مواردی که به طور مستقیم به تصمیم‌های دولت ترامپ ارتباط نداره اما با مشکلات موجود دولتی در کشور افزوده، بحث تعطیلی دولت امریکاست. و شما معلوم است دوستا که در تاریخ اول اکتبر سال 2005 پس از آن که کنگره امریکا موفق نشد تا قانونگذاری را در خصوص سال مالی 2026 به انجام برساند،
دولت امریکا تعطیل شد و اکنون نزدیک به 3 هفته است که این ماجرا ادامه داره و مشکلات مختلف را در این کشور با وجود دارد. اما در همین میان یکی از مواردی که اعتراضات را بر انگیخته سوی تفاهمات دولت ترامپ برای اخراج جمعی کارمندان و کارکنان به بهانه تعطیلی دولت است، در همین ارتباط پایگاه خبری نشریه گاردین گزارش داد در حالی که اعتراضات در امریکا وارد 3مین هفته خود می شود، دادگاه این کشور اخراج دست جمعی را که کاخ سفید تهدید کرده بود اجرایی خواهد کرد. در همین ارتباط پایگاه خبری نشریه گاردین گزارش داد در حالی که اعتراضات در امریکا وارد 3مین هفته خود می شود، دادگاه این کشور اخراج دست جمعی را که کاخ سفید تهدید کرده بود اجرایی خواهد کرد متوقف ساخت. به نوشته نشریه این تصمیم پس از آن گرفته شد که مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید گفته بود اخراج‌های بیشتر در راه است و مدعی شده بود اخراج‌ها ممکن است به بیش از 10,000 نفر برسد. اعتراضات میلیونی و تصمیم‌های ترامپ. همین مواردی که در بالا ذکر کردیم به تازگی سبب شده است تا اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف امریکا به وقوع بپیوندد. در همین ارتباط پایگاه خبری نشریه گاردین گزارش داد شهروندان تمامی 50 ایالت امریکا روز شنبه در اعتراض به سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به خیابان‌ها آمدند و تلاش کردند تا این پیام را منتقل کنند. امریکا آرام آرام در حال رفتن به سوی اقتدارگرایی است و نبایستی پادشاهی در امریکا وجود داشته باشد. طبق گزارش گاردین میلیون‌ها نفر در اعتراضات موسوم به نه به پادشاهی شرکت کردند. دومین نمونه از ائتلافی که در ماه جون در یکی از بزرگترین اعتراضها در تاریخ امریکا دست به تظاهرات زدند. به اساس گزارش شهروندان امریکایی در شهرهای کوچک و بزرگ امریکا همه با هم و در حالی که پلاکاردهای بزرگ در دست داشتند به همراهی دیباچه‌ای از قانون اساسی امریکا که مردم عادی نیز می توانستند آن را به امضا برسانند به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات که به عنوان نشانه از مقاومت محسوب می شود که آغاز آن از پورتلند و اورگان بود. ادعا است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این اعتراضات با انتشار ویدیوی توهین‌آمیز ساخته از سوی مصنوعی خودش در حالی که تاج شاهی بر سر داره و پشت یک جنگنده نشسته است که عبارت پادشاه ترامپ برای آن نقش بسته و تصویر کشید که در حال ریختن مدفوع بر سر معترضان. پرسش اینه که ترامپ هیچ نگرانی در مورد جلب رأی و نظر مردم نداره. او هر کاری که بخواه انجام میده و بدتری که هیچ کسی هم مایل به متوقف کردن وی نیست. رئیس‌های جمهوری که دوره دوم حضور خود در قدرت را تجربه میکنند این ادراک را دارند که از هر گونه نگرانی در مورد این که باید به نحوی رفتار کنند تا بار دیگر شانس حضور در قدرت را داشته باشند عاری هستند. آنها خود را آزاد تصور میکنند. به گزارش USA Today که نام گزارشگر و تحلیلگر سیاسیش دیسپوتاس بود بر شما معرفی کردیم، علیرغم لفاظی‌های مختلف جمهوری‌خواهان آمریکایی در مورد ضرورت حضور ترامپ برای 3مین دوره در کرسی ریاست جمهوری آمریکا، اینطور به نظر می‌رسد که خود ترامپ کاملا راضی است که دوره کنونی حضورش در قدرت آخرین باشد. او به شدت تهاجمی و البته با مسئولیت اقدام می‌کند. انگار وی و متحدانش می‌دانند که او چیزی برای باختن در قالب معادلات سیاسی ندارد. در این میان این طور به نظر میرسه که سیاستمداران جمهوری خواه بدون هر گونه تفکر صرفاً به سیاست‌های تهاجمی و جنجالی ترامپ چسبیدند و فکر نمی‌کنند که این رویکرد آنها چه تبعات منفی میتواند برایشان در قالب انتخابات میان دوره‌ای سال 2026 رای دهندگان آمریکایی نظاره‌گر هستند و جمهوری خواهان بدون تردید از روند کنونی و مداوم کاهش محبوبیت ترامپ آسیب. به نظر میرسه که در ادامه راه
این صرفاً ترامپ نباشد که مجازات می شود، بلکه کلیت مجموعه جمهوری خواهان آمریکایی باید پاسخگو باشند. ترامپ این تفکر دارد که پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا نوع ماموریت بر دوش وی گذاشته است. آمریکا بار دیگر ترامپ را برگزید. با این حال واقعیت است که مردم آمریکا ترامپ را به دلیل محدودیت‌های حاکم بر نظام حکمرانی جمهوری خواهان به ناچار برگزیدند و گزینه دیگری نداشتند. ترامپ به این مسئله اشاره کرده که پذیرای محدودیت‌های حاکم بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا نیست. از نگاه ترامپ دوره حضورش در قدرت کاملا عاری از محبوبیت است. از یاد نبریم دوستای عزیز که بر طبق محدودیت‌هایی که قانون اساسی آمریکا تعیین کرده، ترامپ نمیتواند برای دوره سوم رئیس جمهور آمریکا شود. با این حال آنچه ما باید با آن توجه داشته باشیم است که او هیچ نگرانی در مورد جلب رأی و نظر مردم نداره. او هر کاری که بخواه انجام میده و بدتر ای که هیچ کسی هم مایل به متوقف کردن وی نیست. به این قسم رؤسای جمهوری که دوره دوم حضور خود در قدرت را تجربه میکنند این را درک دارند که از هر گونه نگرانی در مورد این که باید به نحوی رفتار کنند تا بار دیگر شانس حضور در قدرت را داشته باشند عاری هستند. آنها خود را آزاد تصور میکنند. اما این مسئله را به عینه در دور دوم حضور ترامپ در قدرت مشاهده میکنیم. او هیچ مشکلی در سیاست نامحبوب خود برای محوریت اعمال تعرفه های تجاری نداشته است. در عین حال او در دیگر موارد نظیر انجام اقدامات تهاجمی در غرب آسیا و سوء استفاده از قدرت خود به قوه مجریه آمریکا در اعمال قدرت علیه رقبای سیاسیش هم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. رئیس جمهور کنونی آمریکا هیچ مانعی را به شروع خود نمی‌بیند. چالش‌های اصلی است که حزب جمهوری خواه و اعضایش باید به آینده چشم داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که حزب جمهوری خواه متوجه نشده که دقیقاً تفاوت میان آنچه برای ترامپ خوب و مطلوب است و آنچه برای چشم‌اندازهای آتی به شروع آمریکا مفید است چیست. وقتی که ترامپ در پای دشمنان رقبای خود از طریق وزارت دادگستری آمریکا میره، این مسئله در راستای منافع جمهوری خواهان آمریکا نیست. وقتی ترامپ به دنبال یک مجری تلویزیونی در آمریکا میره و سعی داره وی را مؤاخذه و تنبیه کند، این مسئله به نفع حزب جمهوری خواه نیست. این مسئله فقط در راستای منافع خصوصی یا منافع خاص ترامپ. با همه حال جمهوری خواهان آمریکایی خود را مجبور به دفاع و حمایت از ترامپ می‌دانند. در وضعیت کنونی او دست از سیاستمداران جمهوری خواه که با رأی مردم در کرسی‌های مختلف قرار دارند شرایط دشوار را تجربه می‌کنند. آنها به قدر روی ترامپ سرمایه‌گذاری کردند که خود را مجبور می‌بینند حتی از سیاست‌های تهاجمی و دفاع و حمایت کنند. با این حال مسئله است که آن را باید رأی و نظر رای دهندگان آمریکایی را هم مد نظر داشته باشند تا بتوانند موفقیت خود در جریان انتخابات سالهای 2026 و 2028 آمریکا را تضمین کنند. آنها تاکنون در حمایت از ترامپ مرتکب خطاهای شدند. با این حال باید از مرتکب شدن خطاهای بیشتر جدا خودداری کنند. حزب رئیس جمهور به صورت تاریخی در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در وضعیت نامساعد قرار دارد. جمهوری خواهان آمریکایی باید بدانند که حفظ اکثریت در مجالس سنا و نمایندگان برای آنها هم در جریان انتخابات میان دوره‌ای سال 2026 بسیار سخت است. وضعیت محبوبیت مردمی ترامپ در آمریکا مناسب نیست. سیاستمداران جمهوری خواه باید این مسئله را به دقت بررسی کنند که بررسی تا کجا میخواهند خود را به ترامپ و سیاست‌های وی بچسبانند.